یک چیزی از در دنیای محتوا سازی که معمولا زیاد جدی گرفته نمیشه ولی خیلی یک مهارت خوب است و خیلی یک چیزی است که به درد میخوره وقتی میخواین محتوا سازی رو به صورت حرفه‌ای پیش برین و یا اگر کسی هستین که حتی یک دو ویدیو بمونین و جدی نمیگیرین مثلا هر قسمت ای به درد میخوره. او است که چگونه با کامنت های منفی برخورد میکنین، چگونه باید رو جواب بدین، چه رقم باید حرفه‌ای باشین، چه قسم باید عکس العمل نشان بدین که طرف مقابلم ضربه نبینه، خودتونم ضربه نبینین. چون این پیش میاد مخصوصا مردمای ما که هستن، ما همونجا هستیم دیگه، مردم ها کش میکنن. مثلا خیلی مردم هستن مثلا ویدیو جور میکنین بجایی که 99 چیز خوب ببینن اما یک چیز بعد میخواین که پیدا کنن و باز در کامنت براتون بگوین. اینالی اگه کسی هستین که همون محتوا رو جور کردین، اگه همون کامنت گرفتین، چه قسم میتونین با او برخورد کنین، چه قسم با او یعنی یک روایی کنین که نه به شما ضرر بزنه نه در دیگه نفر. اینا قسمی که ما از تجربه خود میگم، ما کدام معلم یا کدام استاد چیزا نیستم ولی فقط میخوایم از تجربه خود بگم به کسایی که در محتوا سازی میان و یا شروع کردن که مثلا ویدیو جور کنن و در ویدیوهای خود میبینن که حتی ویدیوشون هم خیلی خوب است، خیلی زحمت کشیدن در ویدیو خود، ولی میبینن که بعضی مردم هستن دیگه خوششون نمیاد، دیگه کامنت های بد میتن. خب معمولا ما قسمی را اول یک مثال براتون بدم که فکر کنین دنیا یک دنیای سیاه و سفید است. مثلا اگه بخواین طرف سیاه را راضی نگاه دارین، طرف سفید راضی نیست. اگه بخواین طرف سفید نگاه دارین، راضی نگاه کنین، طرف سیاه راضی نیست. اینا همونطور اگه بخواین هر دو طرف هم راضی نگاه دارین، یعنی در بین باشین، یعنی در رنگ خاکستری باشین، نه سیاه باشین نه سفید، باز هر دویشون هم راضی نمیباشن. هم خاطر باید یک طرف دیگه خدا مجبور بندازین. اینمی قانون زندگی است. چون حتما یک نفر پیدا میشه که از چیزی که جور کردین حتی اگه بهترین هم باشه خوش نیاد. هم خاطر کاری که من میکنم در ویدیویی که مثلا من اکثرا انگلیسی جور میکنم، این است که مثلا یک نفر مثلا اخیراً یک ویدیو جور کردم در مورد همین لنز گمبیال استفاده میکنم که $100 آمریکایی عمق است. خیلی ارزان است نظر به کیفیتی که میگیرین. و باز پست کردم، باز یک نفر آمد گفت که والا تو از هوش مصنوعی استفاده کردی و ویدیوی تا کیفیت بالا بردی و چیزا، و در حالی که هیچ هوش مصنوعی چیزا استفاده نشده بود. این یک حالتی است که مثلا ویدیوتون خیلی هیچ مشکل نداره، خیلی خوب است و اعتماد به نفستون دارین که ویدیو خوب است، ولی بازم میبینین یک نفر اینه تو که کامنت بعد میده. خب مردم ما واکنش مختلف نشان میدن و به نظر من چیزی که من انجام میدم اولی که حرفه‌ای و دوستانه باشین. نه خیلی دوستانه که خیلی زیاد باشه نفر فکر کنه که او چی که پس این نفر چرا اقسم مرا میشناسه چه رقم است، چون مردم هم تستن تو میگیرن. و نه خیلی حرفه‌ای خیلی بالا که مثلا مردم فکر کنه او این رسته که چقدر خدا بالا میگیره. ما روش که میرم حرفه‌ای و دوستانه. اون نفر که مثلا در ویدیو من در لنز گفته بود که مثلا والله تو چیز کردی و از هوش مصنوعی استفاده کردین، در حالی که قصه اصلی رو نمیفهمم. ما هیچ وقت از لنز هوش مصنوعی استفاده نکردیم، ولی بازم دیگه مردم هستن یک چند تا دیگه کامنت خوب داده ولی اون نفر کامنت بد داده. این حالا من قسم جواب دادم که مثلا گفتم تشکر از کامنتت، ما از هیچ فیچر AI و هوش مصنوعی استفاده نکردیم به خاطر ویدیو خود و ویدیو ما کاملا واقعی است و خوشحال شدم که کامنت دادی. اینه تو کامنت دادم، باز نفر دیگه رفت دیگه جواب نداد، چون که من زود نرفتم احساساتی جواب بدم. احساساتی جواب دادن یکی چیزی است که خیلی خیلی بد است. احساساتی تصمیم گرفتن هم خیلی خیلی بد است، چون که هر وقت که احساساتی تصمیم گرفتین بفهمین که در اکثر اوقات نتیجهش خوب نمی باشه. همون خاطر وقتی که یک کامنت بده ببینم، اولین عکس العمل می است که حرفه‌ای و دوستانه عمل کنم برش. یعنی خیلی خوبی حتی نفر که مثلا بسیار بد به حرفای بد استفاده کنه، اگه من بروم اگه به حرفای بد استفاده کنم احساساتی شام تصمیمات بگیرم یا خدا استرس بدم یا بروم ویدیو خدا پاک کنم به خاطر که نفر راضی نبود، این خیلی بد است. چون که ما معمولا یک هم طور میبینم وقتی محتوا سازی شروع میکنن، وقتی میبینن یک نفر یک کامنت بد میده، یک دم ویدیوشون رو دلیت میکنن چیزا پیش از اینکه ببینن آیا همین واقعیت است، همین حساس و جایگاه داره که همین نفر چی داده.
اما خاطر اگه کسی هستین که از در دنیا محتوا سازی میین، اول دیگه حرفه‌ای و دوستانه باشین و فکر کنین که فقط همون نفر دیگه تجربه خوب نداشته با چیزی که، چون معمولا این قسم هم اتفاق میفته که مثلا نگم تو مثلا من مثال لنز دادم، میشه همون نفر همون لنز ما خریده باشه ولی کیفیت خوب گرفته نباشه چون که شرایطش نداشته یا مهارتش نداشته و از سر احساسات هم یک کامنت هم مونده و به این معنی نیست که اون نفر دیگه هم باید باشه که شما فکر بد و یا تصمیم بد در موردش بگیرین. باید اول دیگه قدم اول قسمی که من میرم حرفه‌ای و دوستانه. اینا بعضی موارد هم هستن که مثلا ویدیو جور میکنین، شاید یک اون موقع مثلا اشتباه باشه ویدیوتون، باز چه قسم میکنین؟ مثلا من گفتم این لنز خوب است، این قسم است، مثلا قیمتش 500 است، من گفتم $100. باز نفر آمد کامنت داد مثلا گفت که والا تو دروغ میگی، چیزا حرفای بد استفاده کرد و مثلا یک مثال میگم، این قسم اتفاق نافتاده ولی یک مثال درست. باز چه قسم عمل میکنین؟ مردم ها معمولا میرن یا ویدیو خود دلیت میکنن یا میرن احساساتی کته و کامنت برخورد میکنن یا میرن کامنت نفر دلیت میکنن یا میرن استرس میکنن و تشویش میکنن چی گپ است، چرا تو است. روشی که من انجام میدم این است که وقتی ده ویدیو اشتباه شد، اولین چیزی که من گفتم حرفه‌ای و دوستانه برین بگین که والا اشتباه شده از پیش من ببخشین. باز ده معمولا ما دمو کامنت اول میتونین در ویدیوهای خود مثلا در یوتیوب در کامنت اول نوشته کنین من در این قسمت در این دقیقه ویدیو این چیزا گفتم ولی وقتش است من اشتباه کردم، فقط خواستم که پای کامنتی را اجرا کنم. این قسمی مردم میبینن که شما واقعا میخواین که مثلا چی میگن صادق باشین در جور کردن محتوا سازی. اگه برین ویدیوتون رو دلیت کنین، اگه برین تشویش کنین و هم چرا اشتباه را نگوین و یک چیز خوب نگوین در ویدیوتون یا کامنت نتین که مثلا من اشتباه کردم ولی این استاش کردم، باز مردم فکر میکنن شما صاحب نیستین و شما در قصه شون نیستین و یا شما غرور میکنین و یا شما بسیار اینمی چیزا برشون صحیح است شما در قصهش نیستین ولی چه قسمی که من میرم، قسمی که من فکر میکنم درست است همیست که فعال باشید. یعنی یکی کامنت میده ببینید چه رقم است، اگه اشتباه باشه بگوین خیرم، یعنی به صورت حرفه‌ای دوستانه برش تشریح بدین. اگه زیاد باشه یک کامنت دیگه میده خلاص دیگه هم تو بانی، چون این یک چیزی که هم داره مثلا یک نفر کامنت بد داده شما میفهمین که هم کامنتش درست نیست ولی یک کامنت خوب میتین در جوابش. اینالی نفرهای دیگه هم باید میه که مثلا ویدیو رو میبینه کامنت های شما رو و میبینه که این نفر بسیار بد است و اون میفهمه که ویدیوتون درست است ولی شما احساساتی نشدین، تصمیم بد نگرفتین و خوب کامنت دادین. اینالی تاثیر به نفرهای دیگه هم داره. نفرهای دیگه کامنت رو میبینه و میگه که والا محتوا ساز خوب نفر است ولی اینا چی نمیکنه. بعضی وقتا اتفاق میفته که دیگه نفرها می از شما دفاع میکنه بیش از اینکه شما مثلا احساساتش رو ببرین و همین قسم روشی است که ما امتحان کردیم و بر ما کار داده. اما خاطر فقط به خاطر این خواستم میره جور کنم که کسایی که مثلا میخوان در محتوا سازی بیان و در محتوا سازی اومدن و فکر میکنن با گرفتن کامنت بعد یعنی بعد هستن، این اصلا قضیه نیست. باید اول فکر کنین که آیا در ویدیوتون واقعا گفتین و چیزی صحیح است. دومی که اگه صحیح نباشه چه قسم با او برخورد کنین، یعنی چه قسم به صورت دوستانه بگوین که همو مردم تصویری بد نگیرن. و سومی که اگه اشتباه باشه مردم باید چه قسم باید برشون دوستانه چی کنین. من کتوتر بگم اینمی که دوستانه و حرفه‌ای باشین دیگه کل چیز برام میره و از اشتباهی که میتونین جلو کنین این است که ویدیوتون رو دلیت نکنین و هیچ وقت استرس نکنین. امیدوارم مفید واقع شده باشه. شما رو به الله پاک میسپارم.